ایزد به تضرعی که شاید، دادش پسری چنان که باید. نورسته گلی چو نار خندان، چه نار و چه گل هزار چندان. خداوند در پاسخ خواستها، التماسها و تضرع امیر فرزند پسری به او داد. اسم پسر را قیس گذاشت. میگذرم از دوران کودکی قیس و وقایع و چگونگی بزرگ شدن اون و میام به سراغ دوره نوجوانی و رفتن به مکتب و درس و تحصیل. نظامی میفرماید: شد چشم پدر به روی او شاد، از خانه به مکتبش فرستاد. دادش به دبیر دانش آموز، تا رنج بر او برد شب و روز. سپرد به دبیری دانش آموزنده، تا کاملا این فرزند را پرورش دهد. جمع آمده از سر شکوهی، با او به موافقت گروهی. هر کودکی از امید و از بیم، مشغول شده به درس و تعلیم. با آن پسران خرد پیوند، هم لوح نشسته دختری چند. هر یک ز قبیله‌ای و جایی، جمع آمده در ادب سرایی. این کودکانی که در این مکتب بودند، هر کدام از قبیله‌ای در این مکتب خانه جمع شده بودند. کنار پسران دخترانی هم بودند که هم شاگردی و هم کلاسی آنها ادامه می‌دادند تحصیل و آموختن را.